ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 56. нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад. نظام الملک در سراسر قلمرو مملکت مدرسه و کتابخانه های زیاد بنیاد نهاد که مشهورترین آنها مدرسه نظامیه بغداد، مدرسه نظامیه بصره و مدرسه نظامیه اصفهان بود. مدرسه نظامیه بغداد دانشگاهی معتبر زمان خود محسوب می گردید که در این مدرسه همه علمهای معروف آن عهد تعلیم داده می شد. در زمان سلجوقیان با شرافت بزرگمردان زبان و ادب دوست مثل نظام الملک عنایت و غمخواری به زبان تاجیکی بیشتر گردید و در سراسر قلمرو این دولت همه نامنگاری اداری و دیوان به این زبان صورت می گرفت. نظام الملک در برابر دانشمندی بزرگ بودنش نسبت به اهل علم و دانش و شعر و ادب تاجیکی پیوسته غمخواری ظاهر می کرد و آنها را از جهت مادی و معنوی دستگیری می نمود. می گویند که نظام الملک هنگام تحصیل در نیشاپور با عمر خیام شریک درس بود و بعد رسیدن به مقام وزیری عمر خیام را در رصدخانه شاهی به کار دعوت کرده برای تأمین روزگاری او معاش شایسته مقرر نمود. نظام الملک در پیرانساری سال 1092 با تحریک پیشوای اسماعیلیان حسن صباح که گفتند او نیز از شریک درسان خود او در نیشاپور بود به دست یک فدایی زخمدار گردید و با همان زخم پس از یک روز وفات کرد. وزیر دیگری فاضل سلجوقیان معین الدین سلیمان دیلمی معروف به پروانه مدتی بیشتر از 25 سال حکمرانی واقعی آسیای صغیر بود. بیشتری مورخان دوره دولتداری سلجوقیان را یکی از مرحله‌های رشد فرهنگ و تمدن ایرانی دانستند. پادشاهان سلجوقی با ثوابدیدی وزیران و دبیران خردمند ایرانی اصل خود چنان که در بالا گفتیم در امر بالابرد معرفت و فرهنگ
و تأسیس نظامیه های و کتابخانه ها نه تنها در شهر بغداد بلکه در دیگر شهرهای بزرگ مساعدت نموده بر رواج و رونق علوم شعری و فنون ادبی به زبان تاجیکی خدمتی شایسته کردند. قبلا گفته گذاشتیم که در دربار پادشاهان سلجوقی زبان تاجیکی زبانی رسمی بود و در قلمرو عظیم دولت سلجوقی همه مکاتبات دربار این پادشاهان با این زبان صورت می گرفت. علاوه بر این اکثر پادشاهان و شاهزادگان و وزیران و دبیران سلجوقی به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی خاص داشتند و قلمرو دولتداری خود را به کانون شعر و ادب تاجیکی مبدل نموده بودند. چند از این پادشاهان و شاهزادگان خود طبع بلند شاعری داشته به زبان تاجیکی شعرهای زیبای و دلانگیز سرودند. از جمله سلیمان شاه که به گفته دولت شاه سمرقندی بعد از طغرل ابن محمد ابن ملک شاه به تخت نشست و در آخر عمر به دست ترکان اسیر افتاد، وضع و حالت گرفتاری خود را در یک رباعی زیبای خود چنین به قلم داده است: از دست تبهکاری این مشت اند، در کام حیات ماست چون حنظل قند. ای ایزد بی نیاز آخر مپسند، دیوان همه آزاد و سلیمان در بند. یا سلطان طغرل سیوم که پادشاه عراق عجم بوده، آوازه فضل و هنرش بر سر زبانها افتاده بود و نظامی گنجوی مثنوی خسرو و شیرین خود را به نام او تعریف نمود. در سرودن شعر تاجیکی نیز طبع رسا داشت. این پادشاه در جنگ با سلطان تیکیش خوارزمشاه به قتل رسید. ربایی زیرین را که به او نسبت دادند گواهی از طبع سلیم داشتن او در سرودن شعر فارسی است. دیروز چنان وصال جان افروزی، امروز چنان فراق عالم سوزی. افسوس که در دفتر عمرم ایام، آن را روزی شمرده این را روزی. نظام الملک نه تنها اثری معروف نثری سیاستنامه را تعریف کرده است، نظام الملک نه تنها اثری معروف نثری سیاستنامه را تعریف کرده است، بلکه به زبانهای تاجیکی و عربی شعر نیز سروده است و قطعه زیرین که پیش از وفات نوشته به ملک شاه فرستاده است گواهی بلندی طبع او در سرودن شعر فارسی است.
یک چند به اقبال توی شاهی جوان بخت، گر دست من از چهره ایام ستردم. طغرای نکو نامی و منشور عدالت، پیش ملیک العرش به توقیع تو بردم. آمد ز قضا مدت عمرم 96، در حد نهاوند به یک کار بمردم. بگذاشتم این خدمت دیرینه به فرزند، او را به خدا و به خداوند سپردم. در همین روزگاری دولتداری سلجوقیان بزرگ، شاعری معروف فخرالدین گرگانی منظومه عشقی 20 ورامین را که اصلش را ترجمه یک متن پهلوی تشکیل میداد، به زبان تاجیکی به رشته نظم کشید. درباره تاریخ تولد و وفات این شاعر داستان سرا معلومات کافی موجود نیست، ولی معلوم است که او اصلاً از شاعران دربار طغرلبیک سلجوقی بود و بعداً سال 1052 همراه او به اصفهان رفته با حاکم اصفهان امید ابوالفتح مظفر نیشاپوری شناسایی پیدا کرد. میگویند که همین حاکم او را به نظم داستان 20 ورامین تشویق نمود و خود او که داننده خوب زبان پهلوی بود، این داستان پهلوی را به زبان تاجیکی به نظم آورد و ترجمه خود را با توصیف و تشبیه و استعاره های زیبای و دلکش مزین ساخت. شب تاریک و آلوده به قطران، سیاه و سهمگین چون روز هجران. سیاه چون اندوه و تازان چون امید، فروهشته چو پرده پیش خورشید. ذکر این مطلب هم مهم است که در ایام زندگی فخرالدین گرگانی هنوز در اصفهان زبان پهلوی تماما از بین نرفته بود و زبان تاجیکی که گفتیم از شرق به مرکز و غرب ایران زمین گسترش می یافت، در این روزگار دایره کاربرد آن را روز به روز تنگ تر می کرد. فخرالدین گرگانی همچنین بعضی کلمه های پهلوی را به کلمه های مشابه فارسی دری آنها عینیت داده معنی مطلوب خود را به دست آورده است. زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان آن بود کز وی خراسد. خراست پهلوی باشد خراید، عراق و پارس را خور زو براید.
خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران. چنان که می‌بینیم فخرالدین گرگانی با سخنبازی کلمه های پهلوی آسد را آیت، آسان را آیان، خور را آفتاب برگردان کرده، خراسان را خرایان یعنی مشرق، جایی که آفتاب از آن طلوع می کند، احتمال داده است که از منطقه خراسان آفتاب به سوی ایران می آید. بزرگترین سلطان‌های سلجوقیان کرمان که در ترویج زبان و ادب تاجیکی سهم مناسب گذاشتند، جلال الدین ملکشاه و طغانشاه بودند که در برابر دستگیری اهل علم و ادب همچنین به زبان تاجیکی شعر می گفتند. طغانشاه یک گروه شاعران را به دربار خود گرد آورد که معروفترین آنها ازرقی هیروی که ذکرش در فصل پیشین گذشت و ناصر خسروی قبادیانی بودند. شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ ناصر خسرو 1004-1088 زاده قبادیان است. قبادیان در آن روزگار از نواحی بلخ بود، از این خاطر او را قبادیانی بلخی و بنابر در مرو مدت به کار دیوانی مشغول بودنش همچنین مروزی هم نام بردند. و در جوانی در دربار غزنویان و بعداً چند مدت در دربار سلجوقیان به صفت دبیر خدمت کرده تدریجاً به مرتبه های عالی دیوانی رسید. ولی بعد از 42 سالگیش یک باره ترک دربار و کارهای دیوانی نموده همراه برادرش ابو سعید سفر کعبه اختیار کرد. ناصر خسرو در مدت 7 سال مسافرت خود سالهای 1046-1053 به آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، حجاز و مصر سفر کرده با زندگی و عرف و عادت و دین و آیین مردم آشنایی پیدا کرد. همچنین وی در این مدت 4 بار حج کرد و در دوام 3 سال زندگیش در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و به گرفتن لقب دایی فاطمیان حجت بهره‌مند شد. بعدی بازگشت به خراسان در بلخ به ترغیب آشکارای مذهب اسماعیلی پرداخت و به مخالفت شدید علمای اهل سنت و حاکمان دور دچار گردیده مجبور شد مدت به نیشاپور و مازندران و نهایت به دره یومگان بدخشان که قلعه استوار داشت پناه برد و در همان جا در پیران سالی وفات کرد. از ایجادیات او دیوان اشعار، مثنوی‌های روشنایی نامه و سعادت نامه و آثار نثری سفرنامه، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، وجه الدین، خان اخوان،
کشایش و رهایش و غیره یادگار مانده‌اند. در شعرهای او علاوه بر مسئله‌های دینی و فلسفی، مسئله‌های تربیوی و اخلاقی و وطنخواهی و خودآگاهی نیز به طور گسترده انعکاس یافته‌اند. او شاعری است که به زبان مادری خود دری لفظی دری ارج می گذارد و هرگز نمی خواهد صاحب دولت و صاحب ثروتی را بر دروغ مدح و ثنا گوید و همین دری لفظی دری را در پای خوکان ریزد. من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی دری لفظی دری را. و نسبت به صفتهای منفی برخی درباریان و دیوانیان زمان خود از قبیل چاپلوسی و خوشامدگویی و طمعکاری و طمعجویی در نزد حاکمان که در روزگار زندگانی او به حکم عنعنه در آمده بود صدای اعتراضی شدید بلند کرده و چنین شخصان نفرین می‌خواند. کی ریزم آبی روی چو تو بی خرد، بر طمع آن که تو بره پر از نان کنم. ترکان رهی و بنده من بوده اند، من تن چگونه بنده ترکان کنم. ناصر خسرو همچنین در ادبیات ما با آفریدن اشعاری تمثیلی ساده و روانی در خور فهم و ذهن مردم زمان خود راه باز کرده است که شعر زیرین شاهد این گفته هاست. نشنیده‌ای که زیری چنار کدوبون برروست و بردوید بروبر بروز بیست. پرسید از آن چنار که تو چند ساله‌ای؟ گفتا 200 باشد و اکنون زیادتیست. خندید از او کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. آثار نثری او همه با زبانی فصیح و روانی تاجیکی تعریف شده اند
ولی در بین این آثار سفرنامه او از اهمیت ویژه برخوردار است که بعدتر در این خصوص توقف خواهیم کرد. زندگی و ایجادیات شاعر و دانشمندی بزرگ تاجیک و فارس عمر خیام که با دستور ملکشاه سلجوقی و همدستی منجمان عهد خود تقویم سال را تصحیح نمود به همین دور راست می آید. حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام یا خیامی نیشاپوری 1048 1123 علاوه به بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خود بودن، در تاریخ زبان و ادب ما بزرگترین شاعری رباعی سرا شناخته شده است و رباعیات فلسفی و عرفانیش امروز شهرت جهانی دارد. رباعیات عمر خیام دارای معنی عالی عمیق و دقیق بوده، در کمال فصاحت و بلاغت سروده شده است. به تعبیر دیگر، عمر خیام صنعت‌های شعری را با کمال هنرمندی استفاده برده، معنی‌های بزرگ را در قالب جمله‌های کوتاه با مهارت بلندی به خود خاص جایگیر نموده است. این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگهی ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است، گوری است که خوابگاهی صد بهرام است. آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو. مرغی دیدم نشسته بر باره او، فریاد همی کرد که کو 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 کو. شما گفتار 56 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.